بریم که میخوام یه آبگوشت درست کنم که حتی نمیدونم اسمش چیه. مرحله اول زمینیش رو خرد میکنیم تا بریم مرحله بعد. یه دونه پیاز کوچولو و بعد احتیاج داریم به گوشت. پیاز خرد شده، گوشت رو قلیش کرد. سیب زمینی ها رو اضافه کرده و بریش. آقا گند زدم، اول باز گوشت رو اضافه کنم بعد پیاز. حالا پیاز تادن بخور گرفت گوشی. چون تو اینها رسوی هر سال منی